مورد امی قریه برای ما بگو که جیرلی کی بود که باز این قریه نام سر از مانده شد. حالا ما به خاطر از این سوال میکنم که خودت بزرگ اینمی ولسوالی هستی دیگه، تک تک ولسوالی تک تک مردم برای خودت معلوم است. ما مثلا مسافرا حساب مسافرارش میگم. خب یعنی جیرلی و بابا علی و دوست علی سه برادرها بودن. یا سرخود قندار که کش کردن آمدن در اینجا مسکن گزین شدن. بشک یکی از قریب بابا علی، یکی جیرلی، یکیش هم دوست علی. دوست علی. بله خیلی خوب. این کسایی بودن که سه برادرها بودن دیگه که آمدن در دره. نظر به قصه که یک بزرگی که ما داشتیم وکیل اختر احمد خان نام داشت، خدا بخشد 4 سال قبل فوت کرد. خدا رحمت کنه. همینجا هست مجموع قدر خوب. او مسافر هم از کلان هم است. خوب صحیح آشناست. بسیار خوب. بازی برادرها همیشه جیرلیش همیشه مون. بابلیش در پایین‌تر است. دوستلی هم داودش است. بله این خوب است. امروز صاحب با خود داریم امی قریه دوستعلی ما رفته بودیم و بابا علیش هم رفتیم. بیننده‌های ما دیدن اینمی قریه مانده بود دیگه. این 3 نفر بود که شما گفتین. غیر از این 3 نفر آیا کس دیگه هم در اینجا هست بود؟ چند قوم دیگه است در این ولسوالی؟ است 2 قوم دیگه هم است. یکی گلابخیل است، یکی هم سنگی خان، یعنی جمعه خان است، قوم سنگی خان است. بله گلابخیل هم از این جمله ما شما نیستن. خب عوام در طرف سنگی خان هستن. بسیار خوب. 5 قوم سمیت ولسوالی آبشار. 5 قوم. 5 قوم است. جیرلی، بابلی، دوستعلی، گلابخیل، سنگی خان. خیلی خوب. پرنفوذترین قوم ما هم سنگی خان است. سنگی خان است. چه تعداد اونجا فامیلا زندگی میکنن؟ تقریبا یک 2,500 فامیل باشه. نام خدا. در جیرلی چقدر است؟ جیرلی هم 1,500 باشه. سنگی خان 3,000 باشه، 2,500 جیرلی باشه. 2,000 دوستعلی است، 2,000 دیگه بابالی. نام خدا. این دیگه دره هزارا نام خدا خیلی بزرگ است. خیلی مردم است اینجا. این دره هزارا هم که سب نامگذاری کردن. 1000 نفر بود از سرود قندار. خب بله. اونجا یک پادشاه وقت بوده یا خدا اولاده سعید میگرفتن نمی چیز، یا او خواهش کرد که بیان پیش من اطاعت بکن تابعیت بکن، یا نرفتن اینا رو کوچ داد از اونجا. نه کوچ داد آمدن پراکنده شدن، هر کی در رفت مسکن گزین شدن. بله. به دلاور نشاط جور خاصی مامان جان. بخیر باشید. سلامت. تشکر. بخیر باشید. زنده باشید. همین شورای بازار دیگه. این شورای بازار ولسوالی آبشار از اینجا است. این بازار علی بابا. این برنامه بازار بابا علی است. بابا علی. سر پل بابا علی. چطور باز اینجا وضعیت کشتکار و میوه و گپا؟ میوه نظر به فصل سال است. بعضی وقتا میوه خوب می باشد و بعضی وقتا برف و باران و سردی که بود باز خراب میشه. امسال چطوره؟ امسال خیلی بارانی است. می فصلش بعد این گلایش خوب صحیح می بود، حال دمی گلایش که باران خراب بکنه باز میوه هم خراب میشه دیگه. لجه هزارگی یاد داری؟ امروز تو میتونم که صحبت بکنم. چطور هستی ماما جان؟ شکر بخیر. سلامت. تشکر. مگم چیزی که تو میگی به رقم گفته نمیشه. نه خالص هزارگی گفت. از تو 100% از وارگی از ما یک کمی است، به اون اندازه شما نیست. چطور خانه پاک خوبه؟ در مجموع خوب است. پاکش خوبه؟ پاک یا به معنای پاک. در مجموع. بله. خب اشتکای چطوره بچهای تو؟ اشتکا فضل خدا خوب است. در خانه زیاد غلغل نه؟ غلغل نمونه. دوستان نازنین که دیدن بیادرک قومو اخسر خوردن. چطور هستی؟ شکر بخیر باشی. جان تو بخیری؟ بخیر باشی. سلامت باشی. دستپایت پاک خوبه؟ شکر بخیر باشی. تو چطوری؟ جور هستی؟ جان تو بخیری؟ بخیر باشی. دستپایت خوبه؟ خوبه. خب شکر. چطور از او کده تو زیادتر لهجه هزارگی یاد نداره نه؟ خب با شما هزاره این دیگه. نه ما همینجا کلان شد ما همیشه شده همیشه کلان شده لهجهش تغییر کرده. با ملاوز همیشه ما هم گپ میزنیم. دوستای نازنین هزاره یا به خاطر که در اینجا بوده که قومای پنجشیریم و لهجهشون پنجشیری شده. نه؟ آته تو کجا؟ خانه است. چی کار من آته تو؟ بیکارن. بیکاره؟ باز اینجا کشتزار هم دارین؟ یک زمین بلنده هست. چی کشت نه؟ هیچ گندم اولی. گندم؟ خب راستی پیشتر یک چیز دیگر را متوجه شدیم. انجینر صاحب گفت که ما گفتم که کلشان گپ میزدم گفتم یک مریض دارن. کی بود مریض شما؟ یعنی بابه ما. بابه تو؟ خب چی تکلیف داره باز؟ فالش فالج نمی راکای نمیتونه پس برو دور نمیشه فالج انتری. خب مگه برو نمیشه. یعنی برو پس نموره نمیه. نه؟ خب دوستای نازنین
بازم کردی یک ماتن خسر خوردیم چطور هستی لالا شکر الحمدلله قربانش صحتمندی بخیر قربانت تشکر فضل خدا اسم مبارک اسم مبارک جمعه خان احمدی هستم جمعه خان جان احمدی بله بله دیگه چطور اینجا خانه کجاست خانه منطقه آبشاره خب همین منطقه خب باز چی رقم کاروبار کشتزار منین دیگه مکمل اینم کشتزار گندم دیگه جو دیگه کچالو دیگه اینم چیزاست باز یار از این خلاص کن پخش میبرین چی مارکت مارکت میبریم باز از اینجا پیسه نقد میرین دیگه نقد پیسه دار پس میین پیسه دار و کم پیسه دار هم که نیست خواهم زندگی که شرایط خوش باشه خوبتر است ولی شرایطش خوبش نیست خواهی که روز آدم بیچله نمیخودش پاچاییه نه والا روز نمیشه چی میگی والا زندگی خرابه خودت بهتر ببین کلش سنگ چاله و حساب دیگه جم زندگی اینجا باز چند موقع مثلا در اونجا کسیم عاقلیم یا قومیم نه شما چند عاقلین چند نفر خانه تقریبا اینجا زیاف است چند خانه میشن این منطقه ما تقریبا یک 400 500 دونه خانه 500 400 500 خانه از یک منطقه یک قوم او دورو که اگه زیاد حساب بکنیم از 10000 هم زیاده خود تنها همین منطقه همین منطقه تنها آبشار پشت همین دانه و اینجاست دوستای نازنین تنها منطقه آبشار بالای 400 500 خانه از همتان چطور چی رقم کرد از مشموخ هزاره نه بس کرده قومای پنشیری میشتین خوب تای دندوال است بخ تای دندوال خشی رفت و آمد دختر بیار دختر ببره نه خب زندگی دوستای نازنین اینطوری نیست که ما تلوال باشیم نه دوستای نازنین قومای هزاره ما اینجا است که قومای پنشیری ما دختر گرفته دختر داده خشوانی داره باز خیشی دوستی هم زیاد مونه زیاد مونه بخی سیده بود این خانه چند نفرین تقریبا 10 نفریم چی میگی بیت نام خدا تنها سخته یا خب 5 دانه باشه دارم 3 دانه دختر دارم آفرین بچه چند ساله بچه من برابر است دیگه ماشاءالله یعنی دوستا ما همسن سال بچه از الله سلام علیک جان ماما جان خوب هستی؟ صحتمند بخیری؟ جان تجارت ان شاء الله خیرت قرار بخیر بخیر آمدی بخیر باشی سلامت اسم مبارک ماما جان اسم من میری خداست میری خدا بله دوستان از میری خدا بهترین نام قربان سلامت خیر باشی از کجا هستی ماما جان از اینجا آبشار بله باز از این قوم هزاره بله آقا قوم هزاره است بازم پکول چطور خوبیش میشینه دوستا خب سمبل ما نه مجبور بشینه دیگه خوینال شما هزار هستین از پنجشه هر ولایت فرق کنه فرق کنه بله ما جان این از کجا اومدیم میبینیم تو پالیدا از خاطر یگانه روزه میبینیم بود که مردم هزاره در پنجشیر کس در هزار اونجوری بینگن خب بالای دیده بالای چشم که اومده مهمان هستید بالای چشم مهمان است بخیر باشه قربان اینجا باز دکان دارین یک دکانه که مقصد که اون مصروفیت داری خدا رو شکر که مقصد مصروف آرام باشی مصروفیت خب مگم دوستای نازنین نزدیک ما لهجهش تغییر نکرده صاف لهجه هزارگیه نه بله باز دکان چی سودا منی سودا از ترکاری یا بود یگون چیزایی از مقصد خدا رو شکر که مقصد آرام باشی خداوند خوش بزرگ اعصاب کارم دنو مخری اعصاب آرام خودت آرام است